پروردگارا، ثواب و ثمره این ماه مبارک رمضان را در نامه اعمال همه بندگانت کتابت بفرما و خدای مهربان باز دعا میکنیم که تن ما را تا آخر این ماه صحت و سلامت نگاه بدار. آن اجر، آن ثواب هایی که در این ماه مبارک است به تمام این بندگان روزدارت خدایا نصیب و روزی بگردان و خدایا اتفاقی و اتحادی را در تمام مسلمان های روی دنیا برقرار و بردوام نگه بدار. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بساز، بیماری ها من شفای کامل نصیب بگردان. فرزند طلبه ها باشه، فرزندای سالم و صالح نصیب شان بساز. فرزندایی که از ما و شما بیرون از خاندان هستند، سفرهای با برار و بی خطر نصیب و روزیشان بگردان.